آقا سلام از کردم، مخلص همگی موشکافم. امشب میخوایم بریم سراغ تازه ترین روزه عظما که البته روزه نیست، ذکر مصیبته. آقا آهناله این ولی فقیه پیزوری از اینترنت و جوونا به هوا رفته. یکی وزارت ارتباطات. این فضای مجازی امروز از فضای حقیقی زندگی ما چند برابر بزرگتر شده. فضای مجازی، بعضیا اصلا تو فضای مجازی تنفس میکنن، اصلا اونجا تنفس میکنن، زندگیشون تو فضای مجازی است. جوونام سر و کار دارن با فضای مجازی، با انواع و اقسام چیزها و کارها، با برنامه‌های علمیش، با اینترنتش، با نمیدونم شبکه‌های اجتماعیش، با مبادلات و امثال اینها سر و کار دارن. خب اینجا لغزشگاهه. بگی منو نخوری زمین. لغزشگاه رو خوب اومدی، اما کم بود. لغزشگاه نیست، پرتگاهه. پرتگاه نه واسه جوونا، واسه تو و نظام کپک زدت که از خشم این جوونا و رابطهشون با دنیای بیرون وحشت میکنی. فضای مجازی و این حرفا بهونه است، ترس تا از کله پا شدن تو فضای حقیقیه. ما به دستگاه‌های ارتباطی خودمون، به مجموعه وزارت ارتباطات و شورای عالی مجازی که بنده از اونم گله دارم، سفارشمون اینه. ما نمیگیم این راه رو ببندید، نه، این که بیعقلیه. یه کسایی نشستن فکر کردن یه راهی باز کردن به عنوان این فضای مجازی و به قول خودشون سایبری. خیلی خوب، از این استفاده کنید، منتها استفاده درست بکنید. چرا حواسمون نیست؟ چرا رها میکنیم این فضای غیر قابل کنترل و غیر منضبط را؟ مسئولن اینا، هم یکی از مسئولین هم همینا، دستگاه وزارت ارتباطات. وضعیت اله کلنگی عظما تو فضای مجازی هم بیرون زد. بدبخت نمیتونه اینترنت رو ببنده نه تحملش کنه. آخوندا فکر میکردن از این برجام دوغکی یه آبی گرم میشه و وضعیت انفجاری جامعه سوپاپکاری میشه. اما این روزا شسته همشون خبردار شده که نه تنها این خبرها نیست، بلکه اوضاع تو دوران پسا برجام انفجاری تر شده. تهاجم فرهنگی این است که حساسیت ها را آرام آرام از بین میبرد و گویا افراد را در خواب فرو میبرد. تهاجم نظامی افراد را بیدار میکند، ولی تهاجم فرهنگی افراد را به خواب میکند و حساسیت ها را از بین میبرد. این تفاوتی است که بین تهاجم فرهنگی و تهاجم نظامی است. نگاه کنید، بچه ها، جوانان، نوجوانان موقعی که عادت کردن به ابزاری که دشمن در جهت تهاجم فرهنگی از اون استفاده می کند، دیگه احساس مشکل نمی کنند، عادی میشه براشون، جز برنامه روزمره زندگی اونها به حساب میاد. اینه که خطر به عنوان یک خطر جدی هست. حالا به این وضعیت خطری رابطه جوونا با دشمنای قسم خورده نظام رو هم اضافه کنید تا عمق ترس آخوندا معلوم بشه. اینجاست که مجبورن طبق معمول به هارت و پورت رو بیارن. یعنی هر وقت خامنه گیج میزنه و پسکی میره، شروع میکنه به داد و قال و دم زدن از موشک و رزمایش و این حرفا. اینی که امروز شما میبینید دشمنان حرفهای بزرگتر از دهن خودشون میزنن، اینا همش قابل پاسخگویی است از سوی ملت ایران. می‌نشینن طراحی میکنن که ایران باید در خلیج فارس رزمایش نظامی نداشته باشه. چه غلطای عجیب غریب. اون از اون طرف دنیا میاد اینجا رزمایش را میندازه. شما اینجا چه کار میکنید؟ خب برید
تو همون خلیج خوک ها. برید اونجا هر جا میخواید رزمایش. ببینید عظمای پیزوری به چه روزی افتاده که دیگه برای قمپوز در کردناشم باید حساب و کتاب کنه. آخه رزمایش چه کشکیه، 4 تا پاسدار با رفته رو دور هم جمع میکنه، یه تیری در میکنن، بعد اسمشو میذارین قدرت نمایی. خلیج خوکا هم قبلا توسط آخوندار رزرو شده، توش جا نیست. تو خلیج فارس شما چه کار میکنید؟ خلیج فارس خانه ماست. خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است. ساحل خلیج فارس به اضافه سواحل زیادی از دریای عمان متعلق به این ملته. باید حضور داشته باشه، باید رزمایش کنه، باید اظهار قدرت بکنه. خب برو هرچی دلت میخواد رزمایش بذار، اما خودت هم میدونی که اگه بخوای پاتو بیشتر از گلیمت دراز کنی نقض برجام میشه و اون وقته که تناب تحریما که شلم نشده سفتر میشه. برا همینم هست که همه چی رو ول کردی و برا دود و دم فقط رزمایشو چسبیدی، چون اما و اینا چارت نمیشه، سونامی تو راهه. به هر خس و خاشاکی هم چنگ بزنی به جایی نمیرسی، هست و نیستتو برباد میده. خدا به همگی.